روزی چند بار توی چتاتون از این ایموجی استفاده میکنید؟ این صورتک زردی که دستاشو گذاشته روی لپاش، دهنش یه حالت اومانندی بازه و چشاش از کاسه در اومده. شاید خوشتون بیاد اگر که بدونین این ایموجی یه کپی مستقیم از یکی از معروف‌ترین و مشهورترین آثار هنر مدرن، تابلوی جیغ اثر ادوارد مونک. موضوع امروز ما قرار نیست تابلوی جیغ باشه. قرار راجع به یه تابلوی دیگه ای از ادوارد مونک صحبت بکنیم که شاید به اندازه تابلوی جیغ معروف و مشهور نباشه، ولی به همون اندازه وهم‌آور و ترسناکه. تابلویی که شایعات محلی و مقاله‌های اینترنتی میگن به معنای واقعی تسخیر شده. خیلی‌ها فکر می‌کنن تاریخ هنر یعنی موزه، یعنی قابای طلایی خاک گرفته، کتابای قطور پر از اسم، تاریخ، عکس، بیوگرافی و چیزایی که یادمون نمیمونن. اما من اینجام که ثابت کنم این شکلی نیست. من هانیفام، اینجا سریال پینترز. نقاشی جیغ به طرز شگفت‌آوری وارد زندگی آدم‌ها شده و آدم‌ها به بهونه‌های مختلفی سعی می‌کنن یه اشاره‌ای به این نقاشی داشته باشن. مثلا روی پوستر فیلم تنها در خانه، یا شاید به اندازه یه ادای دین توی کارتون سیمپسون‌ها، یا حتی الهام بخش ماسک قاتل زنجیره‌ای سری فیلم‌های جیغ هم بوده. انگار تابلوی جیغ مونک تبدیل شده به آیکونیک ترین و بهترین نماد تصویری که میشه برای اضطراب نشونش داد. یه فیگور عجیب بدون جنسیت جلوی دوربین وایساده داره به شما نگاه میکنه، داره جیغ میکشه و 2 تا فیگور هم اون پشت میبینیم، 2 نفر آدم که انگار دارن تعقیبش میکنن یا دربارش یه چیزی میگن. یه حس وحشت عمیقی رو میندازه تو دل آدمو. وقتی که نگاش میکنی دلهره میگیری، دلشوره میگیری. خود مونک هم یه جورایی وسواس داشت که بتونه این ترس و دلهره رو بیاره روی بوم. برای همینه که ما فقط یه دونه تابلو جیغ نداریم، چندین نسخه مختلف از جیغ وجود داره. اگر که نمیدونین، مونک خودش انگار که با این ایده تسخیر شده باشه، سعی میکرد با ابزارهای مختلف تو زاویه‌های مختلفی این حس رو دوباره بیاره روی کاغذ. ولی همونطور که گفتم، ما اصلا توی این اپیزود قرار نیست راجع به تابلوی جیغ مونک صحبت بکنیم. اون داستانای خودشو داره، میذاریمش کنار، شاید بعداً بریم سراغش. موضوع اپیزود امروز ما یکی دیگه از تابلوهای ترسناک مونک به اسم The Dead Mother که شایعات محلی میگن این تابلو هانتده، یعنی تسخیر شده است. داستانای مرمور کننده ای راجع به این تابلو وجود داره. یه سری از بازدید کننده ها حاضرن قسم بخورن که وقتی میرن توی موزه و جلوی این تابلو قرار میگیرن، هر طرفی که حرکت میکنن چشمایی از حدقه در اومده این دختر دنبالشون میکنه و انگار که زل میزنه توی چشاشون. یه عده دیگه میگن وقتی که به تابلو نزدیک میشن صدای خشخش ملافه رو میشنون، انگار که ملافه داره توی تابلو تکون میخوره، یا حتی این دختر است که داره به ملافه چنگ میندازه. و از همه وحشتناکتر این که یه سری از صاحبای قبلی این تابلو ادعا کردن که جلوی چشماشون اون دختره از تابلو ناپدید شده و یه تابلو نقاشی داشتن بدون حضور دختر، یه تخت و جسم بیجون اون مادر. پس امروز میخوایم وارد دنیای ادوارد مونک بشیم تا ببینیم این تابلو از کجا اومده، ادوارد مونک چرا کشیده، آیا واقعا نفرین شده و داستان واقعیش چیه. برای اینکه بفهمیم چطوری یک آدمی به جایی میرسه که بتونه همچین تصاویر وهم‌آوری رو خلق بکنه، باید بریم به نروژ سال 1863 وقتی که مونک به دنیا اومد. ادوارد در واقع دومین بچه از 5 تا بچه این خانواده است. پدرش کریستیان مونک پزشک ارتشه و مادرش هم لورا کاترینه. اوایل به نظر میاد یه خانواده خیلی شادی دارن. خونه‌شون غرق شادی و کارهای خلاقانه است. پدر و مادر این خانواده بچه‌ها رو مدام تشویق میکنن که نقاشی بکشین، بنویسین و احساساتتون رو این شکلی تخلیه بکنین. انگار که هنر توی این خانواده در جریانه، توی خون این اعضای خانواده در جریانه. و حتی یکی از اقوام پدری ادوارد به اسم جیکوب یه هنرمند خیلی معروفیه که توی پاریس هم داره تحصیل میکنه. ولی همه چیز برای ادوارد انقدر شاد نمیمونه. انگار که سرنوشتش رو با جوهر سیاه نوشته باشن. اواخر قرن 19 که یه قاتل بیرحم و خاموش توی اسکاندیناوی واسه خودش میچرخه. بیماری ترسناکی به اسم سل. این بیماری انقدر وحشتناکه که اون موقع 1/4 بزرگسالای اروپا رو میکشه و متاسفانه یه جایی قرعه به نام خانواده مونک میفته. ادوارد فقط 5 سالشه که مادرش جلوی چشماش مریض میشه، روی تخت میمونه مدت‌ها و بعد از دنیا میره. فکرشو بکنید یک عالمه بچه قد و نیم قد که کوچیک‌ترینشون یعنی پنجمیشون یه نوزاد بدون مادر میشن و با رفتن مادر کل شادی از این خونه میره و فاجعه واقعی تازه بعد از مرگ مادر شروع میشه. یعنی پدر خانواده کریستیان مونک. کریستیان انگار که بعد از مرگ همسرش کلاً رد داده باشه.
برای اینکه بتونه با این غم کنار بیاد میره سراغ مذهب پروتستان، ولی نه یه مذهب معمولی، به صورت افراطی و تعصبی وارد این مذهب میشه و تا مرزهای اختلال روانی پیش میره. فکرشو بکنین کریستیان مونک الان به عنوان پدر خانواده، پدر 5 تا بچه‌ای که مادر ندارن، به جای اینکه بخواد آرامش بیاره براشون و براشون قصه های شنگول و منگول بخونه، داستانای خوشحال کننده تعریف بکنه، میشینه بالا سرشون و قصه های ارواح ادگار آلن پو میخونه. تاریک‌ترین و مکابرترین نویسنده ژانر وحشت اون موقع، ادگار آلن پو. و تازه این بخش خوب ماجراست. بخش ترسناکش اینه که کریستیان از یه جایی به بعد به جای قصه خوندن برای بچه‌ها انجیل رو میگرفته دستش و میرفته سراغ بخش جهنم، عذاب و شکنجه گناهکارا و با جزئیات تمام این آیه ها رو برای بچه ها میخونده. و خیلی عجیبه، ولی به بچه ها میگفته که مرگ مادرتون تقاص گناه های من و شماست. و حتی بهشون میگه که روح لورای بیچاره، روح مادرتون از اون بالا داره به ما نگاه میکنه و برای گناهایی که ما انجام میدیم گریه میکنه. و اینا بچن 5 سالشه ادوارد. مثل اینکه ادوارد مونک خودش هم یه جسم ضعیفی داشته اون موقع که بچه بوده و مدام مریض میشده، هی باید ازش مراقبت میکردن. بعد تو فکر کن بابات هم هر شب بیاد داستانای این شکلی بر تعریف کنه. و تنها دلخوشی این بچه این بود که نقاشی بکشه. ادوارد توی دفتر خاطراتش درباره پدرش مینویسه: پدرم به شدت مذهبی و عصبی بود. من بذرهای جنون رو از اون به ارث بردم. فرشته های ترس، اندوه و مرگ از روزی که به دنیا اومدم کنار تخت من ایستادن. این ترس و پارانویا دیگه انقدری تو شخصیت مونک عمیق میشن که بعداً مونک به بیماری خود بیمارنگاری دچار میشه. یعنی مدام فکر میکرده که الان قراره مریض بشه. وای الان میخوام مریض شم. و احتمالاً همونطور که حدس میزنین کابوسای ترسناک و ماکابر میدیده مدام از بچگی. ماکابر به کابوسایی میگن که درباره مرگه، یعنی تو فرشته‌های مرگو میبینی، مردن کسی رو میبینی و مدام اینا توی خوابات تکرار میشه. حالا فکر کنم میشه فهمید چرا کشیدن یه تابلویی مثل جیغ یا مادر مرده اصلا برای مونک کار سخت و عجیبی نبوده، چون مونک در واقع تمام این تصویرها رو زندگی میکرده. شاید الان با خودتون میگین خب اب نداره، مرگ مادر خیلی اتفاق سختی بوده، ولی خب مونک بالاخره بزرگ میشه، از این گذر میکنه و اتفاقای بهتری براش میفته. ولی بذارین خیالتون رو راحت کنم. کلا زندگی مونک قرار نیست رنگ خوشی ببینه. مرگ و جنون مثل سایه داشته این خانواده رو تعقیب میکرده. واقعا تعقیب میکرده. خواهر کوچکترشون لورا افسردگی شدید میگیره، اختلال روانی شدیدی داشته و راهی تیمارستان میشه. و برادرشون پیتر وقتی 30 سالشه در اثر ذات‌الریه از دنیا میره. کلا یک خانواده از هم پاشیده دارن بعد از مرگ مادرشون. ولی ضربه نهایی رو ادوارد مونک وقتی میخوره که خواهرش سوفی از دنیا میره. ادوارد سوفی رو میپرستیده. سوفی مثل بت بوده برای ادوارد. با اینکه 1 سال از ادوارد بزرگتر بوده، ولی میدونی مثلا شریک جرم همدیگه بودن توی خونه، رفیق خواب هم بودن و همه شیطنت‌ها و کارهایی که می‌خواستن انجام بدن رو با همدیگه انجام میدادن و مثل اینکه سوفی تنها کسی بوده که توی اون شرایط سخت و سرد خونه ادوارد رو درک می‌کرده. ادوارد 13-14 ساله که بوده دوباره سل میاد دم خونه خانواده مونک و سوفی خواهرشون رو میبره. مونک مجبور میشه برای بار دوم بشینه و از بین رفتن یکی از عزیزانش رو تماشا کنه. اصلا یه چیز عجیبی راجع به اسکاندیناوی اون موقع هست به خاطر همین بیماری سل و میزان مرگ و میر که اسمشو گذاشتن پیلو پریود، دوران بالش، به خاطر اینکه موتیف اصلی نقاشا و هنرمندا کسایی بودن که دراز کشیدن، سرشون رو گذاشتن رو بالش و منتظرن که مرگ بیاد سراغشون. سوفی جلوی چشمای ادوارد ذره ذره آب میشه روی همون صندلی معروف و از دنیا میره و مونک برای همیشه با ترومای مرگ مادر و خواهرش زندگی میکنه. الان به نظر میاد که یه خانواده خیلی عجیبی داریم. یکی از خواهرها که رفته تیمارستان، یه خواهر و مادر که فوت کردن، یه برادر فوت کرده، ادوارد مونک که داره با اختلالاتش دست و پنجه نرم میکنه، یه پدر تعصبی و افراطی داریم و الان از نفر 7 خانواده خبری نیست. جایی البته چیزی ندیدم دربارش کلا. و خب خوشبختانه برای ما هنر تنها راه نجات مونکه. مونک تصمیم میگیره شیاطین درونش رو با نقاشی کردن خارج کنه و بهشون سر و شکل بده. خاله کارم بعد از مرگ خواهرش اومده تا از بچه‌های خواهرش
مراقبت کنه، البته اگه بچه‌ای مونده باشه، خیلی سریع استعداد مونک رو تشخیص میده و مونک رو میفرسته مدرسه هنر. برخلاف ادعای پدرش فکر میکرده که نقاشی یه کار نامقدسه. ادوارد میره مدرسه هنر و خیلی بی سر صدا داشته برای خودش کارشو میکرده و درسشو یاد میگرفته. ولی بمب واقعی وقتی اتفاق میفته که ادوارد مونک با یه گروه از آرتیستا و متفکرای جنجالی بر میخوره به اسم بوهمین‌های کریستینا. لیدر این گروه کی بوده؟ یک نویسنده آنارشیست و رادیکال به اسم هانس یگر. یگر فوق‌العاده آدم عصیانگر و جنجالی، شعارش نابودی بورژوازی، آزادی عشق، رها کردن مذهب و شورش علیه اخلاقیات سنتی. ولی یگر یه لطف بزرگی به تاریخ هنر کرده. یگر به مونک میگه این نقاشی‌های کپی از طبیعت رو رها کن، بریز دور، برو سراغ درون خودت، برو سراغ روح خودت، ببین اون تو چه خبره و اونو سعی کن نقاشی بکشی. دوستی با یگر یه سری تاثیرات بدی هم داشته واسه مونک، مثلا اینکه مونک به شدت بدبین شده، دعوا را میندازه، میره تو بارا، همش الکل میخوره و خب این رابطش با پدر مذهبی و متعصبش رو خیلی بد میکنه. ولی از نظر هنری مونک سبک خودش رو پیدا میکنه. به نظر مونک سبک امپرسیونیسم خیلی سطحی بوده، درباره تاریکی و نور بیرون بوده و چیزی که مونک میخواسته به تصویر بکشه رو نداشته. مونک دلش میخواسته درون روح بشر رو به تصویر بکشه، نقاشی کنه. برای همین یه سبکی ابداع میکنه که خودش بهش میگه نقاشی روح، سول پینتینگ. یه جمله جالب داره که میگه من چیزی که میبینم و نقاشی نمیکنم، من چیزی که حس میکنم و نقاشی میکنم. شما نباید خود صندلی که میبینین رو بکشین، باید حسی که از صندلی میگیرین رو به تصویر بکشین. اینجا هست که دیگه مونک اولین نقاشی روح خودش رو به تصویر میکشه، کودک بیمار، The Sick Child، که به نظر میاد این نقاشی مستقیما الهام گرفته شده از مرگ خواهرش سوفیه. ولی وقتی این نقاشی میره توی نمایشگاه، جامعه هنری نروژ شوکه میشه. منتقدا بهش حمله میکنن، میگن این چیه، چقدر کثیفه، نیمه کاره است، تمومش نکردی. یادتونه توی اپیزودی که راجع به ون گوگ بود در مورد کلود مونه هم داشتن همینو میگفتن. انگار که هنوز مردم پذیرش این سبک رو نداشتن، انگار که هنوز کنده نشده بودن از اون حالت واقع گرایی که تا الان تابلوهای نقاشی پیش میرفتن. ولی خب مونک کلا به هیچ کدوم اینا اهمیت نمیده و یه هوش تجاری هم داشته. با همه اختلالات روانی که داشته متوجه میشه که همین شلوغ‌کاری‌ها، همین حتی انتقادای بد به نفعشه و باعث میشه که جنجال راه بیفته و اتفاقا معروف بشه. پس شروع میکنه به خلق شاهکارهایی مثل بلوغ، خوناشام و جیغ. زندگی عاطفی مونک هم خیلی عجیبه، میشه ازش یه مینی سریال جنایی روانشناختی ساخت. مونک به خاطر اون ترومای بچگی و از دست دادن خواهر و مادرش یه پارادوکس عجیبی رو داره تجربه میکنه. به شدت تشنه عشق و محبته ها، ولی میترسه که هر کسی که نزدیکش بشه قراره که یه روزی رهاش کنه و بره. با خودش فکر میکرده که هر کسی که منو دوست داشته باشه قراره بمیره، قراره منو ول کنه بره. برای همین هر زنی که حتی طرفش میومدن مونک فرار میکرده میرفته. اولین عشق مونک یه زن متأهلیه به اسم میلی تالو که به شدت مونک رو بازی میده و قلبش رو میشکنه. ولی درام واقعی مونک زنیه به اسم تولا لارسن. تولا دختر یه تاجر ثروتمند نروژیه، به شدت مستقل، اعتماد به نفس خیلی بالایی داره، ولی یه مشکلی داره، خیلی سمج و وسواسیه و تولا عاشق ادوارد مونک میشه. انقدری عاشق مونک میشه که وسایل عروسیشو میخره و هر جای مونک میرفته مثل سایه دنبالش بوده. ولی مونک یه ذره از این فاز تعهد و ازدواج و اینا فراریه و تولا ولکنش نیست. مونک میره پاریس، تولا میره پاریس. مونک میره آلمان، تولا میره آلمان. حتی شروع میکنه یه سری شایعات بین دوستای مونک پخش کردن که مثلا ما ازدواج کردیم و اینا، که مونکو بذاره تحت فشار. و بعد یه کار عجیبی میکنه، میاد دست میذاره روی بزرگترین تروما و ترس مونک و به مونک میگه من سل گرفتم و همین باعث میشه که مونک دوباره دچار فروپاشی میشه. درام سمی بین مونک و تولا تو پاییز 1902 دیگه به اوج خودش رسیده بوده. تولا میره استودیوی مونک و اینا با هم دیگه بدجوری دعواشون میشه. همین وسط دعوا تولا یه هفتیر از توی کیفش در میاره و مونک میپره که این هفتیر رو بگیره. وسط این کشمکشه که یهو بنگ، تفنگ شلیک میشه. گلوله صاف میخوره به دست چپ مونک و انگشت میانیشو از بین میبره. برای یه نقاش دست یعنی همه چیز. الان مچ دست راست منم از بین رفته و من یه مدتی که دارم نقاشی نمیکنم و دارم روانی میشم. واقعا خون بود که از دست مونک میریخت و تصور کنید که بعد از این اتفاق
تولا انگار که دیگه اون وسواس رو نسبت به مونک از دست داده باشه. خب دیگه تو انگشت نداری، من نمیخوامت، و میره با یه مرد دیگه ازدواج میکنه و مونک و یه انگشتی که نداره. و این ضربه دیگه یه ضربه نهایی برای مونک بوده. مونک دوباره احساس میکنه که رها شده، میفته به اعتیاد به الکل، صداهای عجیب و غریبی میشنیده و به همه چیز شک داشته. وضعیت روحی مونک انقدری به هم میریزه و وخیم میشه که تو سال 1908 توی 45 سالگی خودش با پای خودش پا میشه، میره یه کلینیک روانپزشکی و خودش رو بستری میکنه و 8 ماه اونجا میمونه که یه ذره مغزش بازیابی بشه. از اینجا به بعد تصویر زنها تو نقاشی مونک هم تغییر میکنه. مونک زنها رو زیبا میکشه، اما مثل یه شکارچی میکشه که دارن مردا رو نابود میکنه و خب نمیتونیم من بهش حق ندیم. با توجه به همه چیزایی که پشت سر گذاشته و همه سختیایی که کشیده، زاویه دیدشه به هر حال. حالا که همه این داستانا رو راجع به مونک فهمیدیم، وقتش رسیده بریم سراغ تابلوی تسخیر شده، یعنی The Dead Mother. مونک این تابلو رو تو سال 1899 میکشه و یه برداشت مستقیم از ترومای بچگیش، یعنی مرگ مادرش لورا. بعد خیلی جالبه، ماها پا میشیم میریم پیش تراپیست و یه ماجرا رو بارها و بارها تعریف میکنیم تا بتونیم از پسش بر بیایم، تا بتونیم هضمش کنیم. مونک این کار رو روی بوم نقاشی میکرده، بارها و بارها یه چیزی رو به تصویر میکشیده تا انگار که دیگه توی ذهنش محو بشه، پاک بشه و بتونه باهاش کنار بیاد. حالا بیایم بریم سراغ نقاشی. نقاشی مادر مرده خیلی بیرنگه، خطوط خشنی داره. تو پس زمینه تصویر یه تخت خواب میبینیم که جسد مادر مونک روش دراز کشیده. چشمای زن بسته است، موهاش به عقب کشیده شده و این زن عملاً داره تو تاریکی بک‌گراند محو میشه. ولی فوکس اصلی نقاشی روی مادر نیست، روی تخت نیست، روی این دختر بچه‌ایه که جلوی نقاشی وایساده. دختر بچه‌ای که با یه پیراهن قرمز جیغ بدون هیچ واسطه‌ای زل زده به چشای بیننده نقاشی. صورت این دختر بچه وهم‌آوره. چشماش به طرز وحشتناکی گشاد و آبی رنگن و پر از بهت، گیجی و ناباوری‌ان و ابروهاش از شدت شوک بالا رفتن. و این دختر هر دو تا دستش رو گذاشته روی گوشاش. چرا دستاش روی گوشاشه؟ داره سعی میکنه چی رو نشنوه؟ واقعیت رو نشنوه، سکوت مرگبار اتاق رو نشنوه، یا صدای کسی که بیرون از این کادر نقاشی داره بهش میگه مامان برای همیشه رفت. خودم مرمور شدم. مونک هیچ وقت دقیقاً مشخص نکرده که این دختر بچه جلوی تابلو کیه. خودشه یا نه خواهرش صوفی قبل از اینکه بمیره. خب همونطوری که میدونیم وقتی مادر مونک از دنیا میره، مونک 5 سالشه و براش خیلی سخته که بخواد این قضیه رو هضم کنه که مامانش نیست. اصلا چرا نیست؟ انگار که میدوه کل خونه رو میگرده، حالت عصبی و پرخاشگر داره، میره زیر تخت قایم میشه و فکر میکنه شاید اونجا بتونه مامانش رو پیدا کنه. و این صوفی 6 ساله است که میاد و دست مونک رو میگیره و بهش میگه که بیا بیرون، مامان اینجا نیست، مامان رفته بهشت. منتقدا فکر میکنن این دختر بچه هم خود ادوارد هم صوفی. و احتمالا به یه چیزی دقت کردین، این بچه براتون آشنا نیست؟ یه دختر بچه که دستاش روی صورتشه، دهنش بازه و چشاش گرد. این تابلوی مادر مرده در واقع دوقلوی تابلوی جیغه. یه سری نسخه های دیگه هم از تابلوی مادر مرده هست، مثل همون تابلوی جیغ. کلا مونک چند بار کاراشو میکشیده تا بتونه به بهترین نسخه‌ای که میخواد برسه، اون حسی که واقعا میخواد و منتقل کنه. دقیقاً فیگور جیغ روی دختر اجرا شده و دختر دقیقاً همون فیگور رو داره توی یکی از نسخه ها، ولی خب توی یه بستر خانوادگی تر و شخصی تره اینجا. حالا میخوایم برسیم به بخش جذاب تر داستان، ادعای تسخیر شدگی نقاشی مادر مرده. کافیه برین توی گوگل یه سرچ کنین نقاشی مادر مرده اثر ادوارد مونک و کلی مقاله، داستان، سایت واسهتون بالا میاد که راجع به اینه که این نقاشی یکی از تسخیر شده ترین نقاشی های دنیاست و مردم و بازدید کننده ها واقعا قصه های جالبی دربارش میگن. اولین شایعه اینه که وقتی جلوی این نقاشی حرکت میکنی، به هر طرفی که میری انگار چشای بزرگ و آبی این دختر بچه داره شما رو دنبال میکنه و انگار که میخواد یه چیزی بهتون بگه. شایعه دوم صدای خشخش ملافه است. یه عده قسم خوردن که وقتی توی موزه جلوی بوم وای میسن، صدای خشخش ملافه رو میشنون، انگار که اون جسد داره تکون میخوره یا کسی کنارشه و داره این کارو میکنه، یا حتی این دختر بچه است که داره چنگ میزنه. شایعه سوم هم که از همه عجیب تره، راجع به صاحبای قبلی این نقاشیه که ادعا کردن وقتی وارد اتاق میشدن یا متوجه میشدن دختر بچه توی تابلو نیست و
فقط یه تخته و یه جسد. انگار که دختر بچه از تابلو اومده باشه بیرون و میخواسته که تو دنیای واقعی بره یه چرخی بزنه. کسایی که رفتن موزه و این تابلو رو از نزدیک دیدن ادعا میکنن که این تابلو خیلی حس سنگینی داره. یه عده گفتن وقتی به این نقاشی زل میزنن یه غم عجیبی میاد سراغشون، یه تمایل به خودکشی، درد عضلانی، حتی تنگی نفس تجربه میکنن. یه عده دیگه هم حتی ادعا کردن که بعد از دیدن این نقاشی وقتی رفتن خونهشون تا سالها چشای این دختر میومد توی خوابشون و ولشون نمیکرده. انگار با نگاه کردن به این نقاشی آدما احساس میکنن که ادوارد مونک تمام اون تروما، غم و سختیایی که تجربه کرده بوده رو یه جورایی چپونده بین تار و پود این بوم و الان همه اون غما داره به تو منتقل میشه. ولی خب بیایم ببینیم که علم و تاریخ چقدر با این افسانه‌ها موافقن. به لحاظ علمی و تاریخی چیزایی که گفته میشه آیا میتونه واقعی باشه یا صرفاً تصورات خود آدم هست. اول از همه میخوایم بریم سراغ چشایی که شما رو دنبال میکنن. این اصلا ماوراءالطبیعه نیست. به لحاظ علمی ثابت شده که یه ماجرای روانشناختیه. این موضوع انقدری سر صدا میکنه که تو سال 2004 یه دکتری به اسم جیمز تاد میاد روی این موضوع تحقیق میکنه. دکتر تاد میگه که تو دنیای سه‌بعدی و واقعی ما وقتی شما زاویه‌تون رو نسبت به یه چیزی تغییر میدین، خب رنگ، نور، پرسپکتیو اون چیز سه‌بعدی هم تغییر میکنه. ولی نقاشی یه چیز دوبعدیه، یعنی نور، سایه و خطوطش کاملا ثابتن و تغییر نمیکنه. دکتر تاد میگه مهم نیست شما این نقاشی رو دارین از چه زاویه‌ای نگاه میکنین، کافیه که اون نقاش چشما رو به جلو کشیده باشه، مستقیم. و شما از هر طرفی که به نقاشی نگاه کنین، مغز شما به خاطر عادتی که به دنیای سه‌بعدی داره اونو طوری تفسیر میکنه که انگار اون چشما دارن شما رو نگاه میکنه. پس این معما حل شد. مادر مرده تسخیر نشده. در واقع مغز ماه که نقاشی رو این شکلی تفسیر میکنه. ولی ناپدید شدن دختر داخل نقاشی قصه‌اش چیه؟ اصلا بیایم ببینیم این داستان از کجا اومده، از کجا شروع شده. خیلی جالبه. بعد از اینکه ادوارد مونک این نقاشی رو میکشه، تو سال 1904 یه نویسنده بریتانیایی به اسم M.R. جیمز میاد یه کتابی مینویسه، کتاب ارواح، که توی این کتاب یه داستان فوق‌العاده‌ای هست به اسم متزوتین. حالا داستانش چیه؟ داستان درباره یه نقاشی عتیقه است که یه خونه روستاییه و به مرور زمان این نقاشی تغییر میکنه. مثلا یه بار که نقاشی رو نگاه می‌کنی در خونه روستایی بازه، یا دفعه بعدی که نگاه می‌کنی یه موجود عجیبی داره توی چمنزار جلوی خونه میخزه و میاد به سمت شما. و این ایده نقاشی‌های متغیر و غیب شدن وسایل داخل نقاشی تو محافل هنری اون موقع یهو ترند میشه. قبل از اونم اسکار وایلد با شاهکارش تصویر دوریان گری تو سال 1890 این کانسپت رو به اوج خودش رسونده بوده. خلاصه که دیگه همه داشتن راجع به این موضوع حرف میزدن. پس این ایده ناپدید شدن دخترک در واقع یک کلیشه یا تروپ ادبی بوده که مردم صرفاً داشتن راجبش داستان درست میکردن و میچسبوننش به نقاشی ادوارد مونک. ولی حالا که داریم راجب تسخیر شدگی حرف میزنیم، باید ببینیم شبح واقعی این قصه کیه. واقعیت اینه که این نقاشی تاریخچه مالکیت خیلی عجیبی داره. ما میدونیم که این نقاشی الان توی یکی از موزه‌های آلمان نگهداری میشه، ولی قبل از سال 1918 که برسه به این موزه توی آلمان، دست یه موزه، یه گالری به اسم گورلیت بوده. گورلیت ها یکی از بدنامترین و مخوفترین خاندانهای تاریخ هنرن. اینا قاچاقچی‌های رسمی نازی ها بودن برای دزدیدن آثار هنری. اینا تو سال 2012 لو میرن و معلوم میشه که بیشتر از 1300 تا اثر هنری رو که برای نازی ها از یهودی ها دزدیده بودن توی آپارتمانشون توی مونیخ مخفی کردن. خیلی عجیبه. یه خاندانی بودن، یه خانواده‌ای بودن که شغل خانوادگیشون دزدیدن آثار هنری بوده. ولی خب میدونیم که تسخیر شده ترین آدم این نقاشی خود ادوارد مونکه. ادوارد مونک نه توسط یه روح یا شبح، که به واسطه تروماهایی که تجربه کرده بود واقعا تسخیر شده. ادوارد مونک انگار که با تکرار این تصویرها روی بوم نقاشی و حتی مجازات نقاشیاش، ادوارد یه کار عجیبی که میکرده این بوده که نقاشیاش رو میبرده میذاشته توی حیاط که برف و بارون و اینا بهشون بخوره و کهنه بشن. انگار که با این کار داشته نقاشیاشو مجازات میکرده و با این کار داشته سعی میکرده که دردای خودش رو تسکین بده. خودش بارها و بارها گفته من توی هنرم دارم سعی میکنم که به خودم معنی زندگی رو توضیح بدم. ادوارد مونک در نهایت تو 23 ژانویه 1944 توی نروژ و 80 سالگی از دنیا میره و تمام نقاشی‌هاش رو برای مردم نروژ به ارث میذاره که توی نمایشگاه‌های نروژ به نمایش در بیان. مونک کل عمرش رو تو تنهایی، اضطراب و
درد و رنج به سر برد، به خاطر اینکه میترسید از اینکه آدم‌ها دوستش داشته باشن و کنارش باشن و بعد بخوان ترکش بکنن. و شاید نکته پنهان تمام نقاشی‌های مونک اون ترس و وحشتی که داشته سعی می‌کرده به تصویر بکشه همین باشه که انگار داشته فریاد میزده که منو رها نکنی. خیلی اپیزود ناراحت کننده بود. انگار که اصلا جو اون موقع یه جو ناراحت کننده ایه، چون 1880 و این تاریخ‌ها دقیقاً تاریخیه که ون گوگ هم داشته زندگی می‌کرده و اونقدر درد و رنج رو با خودش این ور اون ور می‌برده. فکر کنم از این به بعد این ایموجی رو برای هر کسی بفرستین، یاد انگشت نداشته مونک بیافتین، یاد تولا لارسن بیافتین، یاد دخترک مادر مرده بیافتین که تسخیر شده و شما رو دنبال می‌کنه. خیلی ممنون که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. اگر که از این مدل داستانا خوشتون میاد یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله‌ش رو بزنین، لایک کنین، کامنت بذارین و اگه دارین از اپ‌های پادکستی این اپیزودو گوش میدین پیشنهاد میکنم که یوتیوب هم سر بزنید، به خاطر اینکه تصویرایی هست که میتونه کمکتون کنه با داستان بیشتر ارتباط بگیرید. با یه سوالی تنهاتون میذارم، به نظرتون اشیا و نقاشی‌ها واقعا میتونن حس و حال صاحباشون و اونایی که خلقشون کردن و به خودشون جذب کنن و تسخیر بشن؟ نظرتون چیه؟ اپیزود بعدی میبینمتون. خدافظ.